استبروز سلام علیکم. خانم قبول کرده بودن. ببخشید یکی از بستگانم گرفته بود اینو اشتباهی زده استبروز. من نمیتونم، شرمنده. حالا اگه میشه این سری من میدونم استبروز برای خانم. این کار اولا که قانونی نیست، بعدش هم من کلا آقا سوار نمیکنم. حالا این سری یه بار استثناء خیلی من عجله دارم به خدا. وایسین اسنپ بعدی. آخه ببین کلا 5 دقیقه بیشتر نیست مسیرمونا. برید رسیدیم. من میرم پی کارم و شما هم برید دیگه. دستتون درد نکنه. حالا لطفاً عقب بشینید. دیگه نشستم، فقط یه ذره من عجله دارم. مرسی. تشکر. خانم ببخشید شما رو اذیت کردیم. من سربازم حقیقت، یکم دیرم شده بود. بعد دیگه اون فامیل ما هم اشتباه گرفته بود از سرباز. آره من دارم میرم پادگاه، نیستم حقیقت تا یکی دو سال. قربانشم مرسی. که میشه فقط یه دونه. آقا چی کار میکنی؟ دارم کچل میکنم، من دیرم شده بود برای پادگاه. آقا اینجا کچل میکنی؟ چی کار کنم خب خانم؟ یعنی چی تو ماشین من؟ به خدا دیرم شده، من داشتم میرفتم پادگاه، بعد دیگه گفتم ماما بزنم. حالا بذارید ادامه‌شم بزنم دیگه. برو پایین از ماشین من، میزنم میمیری اینجا. خب چی کار کنم خانم؟ پیاده شو، همه ما تو ریختی مرتی که آشغال تو ماشین من. خب ببخشید سربازی واسه ننت، سربازی پیاده شو بابا. پولت هم نخواستم، پیاده شو. کی میخواد این موها رو جمع کنه؟ جمع میکنم، همه رو جمع میکنم. چجوری میخوای این مو رو از این رو جمع کنی؟ میبرم کارواش، همه رو جمع میکنم. برای چی اصلا اینجا زدی؟ یه ذره آرومتر. بابا تو دیوونه تو هم معافی بگیری. ببخشید یه ذره آرومتر، من یه چی بگم به شما. خانم این دوربین مخفی بود. چه دوربین مخفی؟ به خدا دوربین مخفی بود. من ماشینتون رو میبرم کارواش، قشنگ میدم صفر شویی میکنم براتون تحویلتون میدم. آقا پیاده شو. به خدا دوربین مخفی بود. الان دوربینم نگاه کن، این دوربینمه. این داشت فیلم میگرفت. دوربین مخفی. میدونم دوست دارید الان منو بزنید له کنید، ولی حالا تجربه جالبی بود دیگه. تکلیف این موها چی میشه؟ ببریم که کارواش، صفر شویی، هزینه اسنپی هم که خورده بود، هر چقدر شما بخواید من تقدیم میکنم. فقط عصبانی نباشید. خانم ما که کچل شدیم سر دوربین مخفی، حالا اجازه هست اینو پخشش کنی؟ پخش کن ببینن چه دیوونه‌هایی داریم. مرسی که اجازه دادید، لطف کردید.